سلام دوستان، بالاخره اینترنت فیبرینوری رایگان گرفتم و برای که توضیح بدم بهتون تحت چه شرایطی بوده که اینترنت فیبرینوری ناد گرفتم، قبل از اون بریم با هم دیگه تست سرعت از سرعت اینترنت شاتل داشته باشیم. برای که تست سرعت بگیرین سرچ میزنین speedtest.net از گزینه چنج سرور. اینجا سروری که هستش و سرورتون رو میزنین دبی، سرور دبی میزنین که از این سروراش انتخاب میکنین و دوباره تست میگین تست سرعت مجدد بگیریم. دانلود که داره میره تا نزدیک های 400 360 دیگه نشون داد، حد اکثرش بود. آپلودم روی 500 600 700 میرسه دیگه، روی همون 750 تا 750 تا دیگه پینگ داد، چیز داد، سرعت آپلود شد. خب همونطور هم که میبینید، چون این در از تستی که ما گرفتیم سرور تست بود، ممکنه پینگ خوبی برای سرعت تست رو نشون نده که این طبیعیه. خب چون پینگ اتوماتیک سرور بهترین سرور خود اسپید تست پیدا نکنه. برای اینکه پینگ دقیق تونم بفهمین پینگ اروپاتون چنده، توی CMD سرچ میزنین پینگ 4224/T اوکی میکنین. پینگ 92 رو داره نشون میده و پینگ حالا دبی هم سرچ بزنم براتون. پینگ دبی هم بعد بنویسیم پینگ 8888 که بین 8 نقطه است و /T. این هم اوکی میکنین. همونطور که میبینیم پینگ دبی هم داره زیر 40 داره نشون میده، حالا بین 38 تا 36 متغیر هستش. قبلش هم بریم یک توی بازی مثل دو تا دو هم یه تست بکنیم. خب همونطور هم که الان داریم مشاهده میکنیم قسمت براتون هم الان زومش میکنم. پینگی که داره اینجا به من نشون میده پینگ 77 هستش توی بازی، سرور اروپوس و سرور فرانکفورت هستش. یه پینگ 77 رو داره میده. حالا سرور بقیه‌اش هم پینگش هم بهتون نشون بدم. خب همونطور هم که میبینین الان لیست پینگای در از بازیه که سرور اروپوس 81، پینگ اروپوس 77، همونطور هم که گرفته بودیم، روسیه 73، دبی 49 و حالا سرور دیگه. فقط هندش بیش از حد زیاده پینگش، حالا به خاطر روتینی که احتمالاً اعمال کردم. نکته که هستش توی برای بحث، حالا من خودم با اینترنت سیم کارتی داشتم تست می‌کردم، یه بهترین حالت پینگ روسیه هم بود که 90 بود، زیر 100 بود. دبی اینا هم که حدوداً 60 اینا بود برام. اصلا اونا که بازی نمی‌کردن چون رنگ بازی می‌کردیم. اینا که اروپا اینا بودن بالای 100 بودن، حداقل بالای 100 بودن، یا 100 تا 120 می‌گرفتم. بعضی وقتا که دیگه خیلی دوم میشه 140. این پینگمون بود. خب حالا سرعت رو که دیدین، پینگش رو دیدین، و بریم در مورد مهمترین چیزا صحبت کنیم. یکی که اول چی شد، ما اینترنت فیبرینوری دادن به صورت رایگان. این در اصلشون محدوده‌ای که ما هستیم هیچ متوازی در اصل نداشت. اینترنت کامل فیبرینوری دادن. حالا چون من قبلش یه پیش ثبت نام کرده بودم همینطوری که اطلاعات بگیرم، دیگه اطلاعات هم بود، تماس گرفتن. تری جشنواره داریم که با مودم و کابکشی رایگان و همه چی براتون انجام میشه که حالا از شاتل هم سپاسگزاری میکنم به خاطر این تحریک جشنواره که راه انداخته بودن و اینترنت رایگان دادن، که حالا من مشخصات مودم براتون میذارم، عکسش هم میذارم که همین الان ببینین. و نکته که هستش، این مودم دو تا داره از پورت داره. یه دونه پورت مال گیگ داره که به اسم GE در از رو خود مودم نوشته شه، یه پورت فست داره که با اسم FE نوشته. که پورت گیگ با FE فرقش اینه که پورت گیگ شما وقتی سرعتتون رو تست میزنین، تو تست سرعت بهتون سرعت همون تا 1 گیگ براتون بازه، ولی تو پورت فست نهایت سرعتی که بهتون میده دیگه 100 تاه. و این مودم که در از رایگانی که دادن روی فقط باند 2.4 هستش و سرعت خیلی خوبی داره، همون 100 مگا دقیقاً دریافتی دارین. رنج محدوده‌ای که در از پوشش دهی مودم هست و برد آنتنش هست خیلی رنج خوبی داره و فاصله خیلی خوبی رو ساپورت میکنه به نسبت مودم‌های دیگه، تا به نظر اینجوری بهتره.
و حالا میمونه برای بحث هزینه اینترنت فیبر نوری که هزینهش به چه صورت هست. بالا بخواین ترافیک اضافه بخرین اونم بهتون نشون میدم. بریم با هم دیگه ببینیم. خب همونطور هم که میبینین این سرویس های جشنواره‌ای که هستش که همون تو خود سایتش هم هست، 1000 گیگ نمیدونم 2500 500 گیگ 1,300,000 و همینجور سرویس های مختلف هست. 100 گیگش هم 260 تومن و موارد این چنینی. و این در اصل چون حالا سرویس شاتل یک زمان میفروشه، یک حجم سرویس زمان دارش که خیلی در اصل کمه، شما میگیرین 1 ساله و اون سرویس اون چیز هست، شارژ هست و فقط باید ترافیک اضافه بگیرین که این ترافیک های جشنواره‌اش هست. و حالا ترافیک های اضافهش که بخوایم بگیرین، حالا غیر از جشنواره هستش، 100 گیگتون تو مثلا بازه 15 روزه براتون 200 تومن در میاد، 50 گیگ تو بازه 7 روزه 100 تومن در میاد و 15 گیگ 37 تومن و 5 گیگ هم 12 تومن که یک روزه هستش زمانی که بخوان استفاده داشته باشین و اصلا واقعا ترافیک منطقی نیست. حالا ترافیک های نقره هم داره که 20 گیگش 100 تومن هستش، 10 گیگ 53 تومن، 5 گیگ 26 تومن، 3 گیگ 16 تومن، گیگش هم 5300 که اینجا میتونین ترافیک دل ها مثلا 2 گیگ مثلا بزنین که باز پرداخت داشته باشین، مشکل نداره. ولی خب واقعا چیزی که هستش، اگر واقعا آدم بخواد از سرویس اینترنت فیبر نوری درست و اصولی استفاده کنه و بتونین واقعا از اون سرعتی که دارین لذت ببرین، واقعا این حجم‌ها به درد بخور نیست. قیمت‌های فوق‌العاده زیاد و فوق‌العاده گرونی هستش، اصلا صرف اقتصادی نداره به هیچ وجه من الوجود. نکنه همینطور که اینجا هستش برای من یک در از ترافیک فعال شده بوده. از این ترافیکی که کلا مصرف ما کردیم مجموعاً 9 گیگ ما مصرف داشتیم، فقط برای تست سرعت اینترنت. یعنی من هیچ دانلودی با این نکردم، هیچ فیلمی ندیدم، هیچ کاری نکردم، تو بازی هم باهاش نکردم، بازی هم فقط در همین تستی که سرور زدیم یک نگاه کنیم و مجموعاً 10 گیگ تقریبا مصرف کرده که این رقم فوق العاده زیاد. حالا فرض کنید شما مثلا بخواید فیلم نگاه کنید تو یوتیوب، تو جای دیگه مثلا بخواید فیلم نگاه کنید با کیفیت مثلا فول اچ دی یا 4K هست، خب به طب خیلی این حجم مثلا مصرفیتون زیاد میشه و شما بخواید مثلا ترافیکی که انقدر هست، مثلا اینجا مثلا 500 گیگ زده مثلا بخواید بخرین 1,300,000 بعد بدین در ماه مثلا اگر بخواید استفاده داشته باشین، بس به استفاده طرف شخص هستش. ولی خب واقعا اگر بخواید استفاده اصولی و حالا چیز داشته باشین از اون سرویس واقعا استفاده کنین، 500 گیگش در میاد 1,300,000. تازه دارن منت میزنن که طرح جشنواره‌ای هست و وگرنه 2,600 بعد اینو خریداری می‌کردیم که واقعا توی سرویس های از شرکت‌های بین‌المللی، حالا مثلا مثل ترکیه، کشورهای مثل ترکیه یا اروپا، موارد این چنینی خیلی اینترنت ارزان‌تر هستش و پروتکلش واقعا پروتکل متفاوتی هست. یعنی همه شرکت‌ها میتونن اینترنت فیبر نوری بدن، ولی توی در از ایران شما تحت اون پوشش شرکت اینترنتی که هستین میتونید اینترنت فیبر نوری بگیرین. حالا ما تحت پوشش شاتل بودیم، شاتل داد، ولی مثلا اگر مثلا مخابرات اومد مثلا زمانی کشید میتونید مخابرات شرکتی دیگه آسیاتی که موارد دیگر رو بگیرین، وگرنه خیر بعد همون شرکت شاتل میمونیم. تو کشور مثل ترکیه اگه شما بخواید اینترنت نامحدود بگیرین براتون 375,000 تومان در میاد، حالا با رنج سرعتی که میگیره، ولی معمولا حدود سرعتی بهتون 100 مگ هستش. و برای کشورهای دیگه که من نگاه کردم، بنده خدایی حالا داشت اینجا نشون کشور اروپایی بود، با اینترنت نامحدود گرفته بود که 69 یورو هستش. حالا حدوداً راندش کنیم به بالا و دست بالا ببین 800 تومان مثلا بعد هزینه میکرد و خیلی واقعا تز داره به صرف درش، چون نامحدود داره استفاده میکنه. شما تو اینترنت فیبر نوری دیدین که من فقط تست داشتم میگفتم با حالا راه اندازی خود سرویس بود با خود کارشناس که برای اینکه ببینیم مشکل سرعت نامتقارن بودن دانلود و آپلودش چیه که 10 گیگ استفاده کرد. حالا شما فرض کنید بخواید فیلمی نگاه کنید، چیزی تماشا کنین که این رقم خیلی نجومی میشه و مثلا حداقلش که بخواید یک سرویس استفاده داشته باشین مثل اروپا زندگی کنین 1,000,000 خورده هم بعد هزینه کنیم. البته توی طرح جشنواره که شاتل حالا لطف کردن به ما دادن، طرح چیزام به ما ترافیک در از نماوا دادن، اشتراک رایگان نماوا 1 سالشو ازشون تشکر میکنم. اگر حالا بخواید چیز سینما خانگی اینا نگاه کنین احتمالاً به شما بدن
مورد دیگه هستش حالا برای بحث اینترنت فیبر نوری که چقدر طول کشید اومدن راه اندازی کردن و چقدر زمان برد. در اصل این درخواستی که من ثبت شده، حالا بذارین براتونم بیار. آره اینجا که نگاه میکنید توی 23 مهر ماه یه صورت حساب اولیه برای فاکتور اولیه بهم دادن که مثلا برای بحث حالا سرویس مثلا ترافیک فعال بشه، کاب کشی رایگان باشه اینا، که خود حالا کد تخفیف اینا زدم، بعد این کلا رایگان شد. 23 مهر درخواست دادن، رفت تا بیان برام نصبش کنن. سرویس رو که اینترنت اومدن در اصل نصب کردن، بذارین بازش هم بهتون بگم. برای بحث کاب کشی فیبر نوری من اینجا که یادداشت کردم خود تقویمم 19 آبان برام اومدن کاب کشی فیبر نوری انجام دادن و فقط کابلش رو گذاشتن چون مودم جشنواره بود، مودم دستشون نرسیده بود. بعد مودمشون چهارشنبه می اومد که توی بازه بذاریم ببینم، آره همون 24 آبان که اینجا زده تو صورت حساب تجهیزات، مال همون مربوط به خود در اسیس هست، مودمشون هست، مودمشون اونجا به دستشون رسیده بود دیگه. بعد کارشناس حالا تا اومدن نصب کردن شد 26 اومد کارشناس نصب کرد و مودم رو گذاشت و کاب کشی رو حالا اونجا تازه کامل انجام داد، کابلو به خود باکس فیبر نوری و مودم وصل کرد. و مشکلی که هستش حالا این کارشناس اصلا نگاه نکرد که ببینه این در از قبل از اینکه بیاد حالا مودم وصل کنه ببینه این مشکل توی باکس فیبر نوری هست یا نه. و درنش باکس فیبر نوری چون مشکل داشت، مشکل پاور داشت، چراغ پانش ثابت نمیشد و دائم قطع و وصلی داشت. حالا اونجا که مودم گذاشت ثبت کرد و دیگه رفت که بیاد برای بحث کارشناس. به کارشناس حالا همینجور رفت تا اومد این 2 آذر هم که هستش نگاه کردم مودم دیدم که چراغ فیبر نوری بالاخره پانش ثابت شد، اما وقتی به اینترنت وصل می شدم هیچ چیزی رو برای من باز نمی کرد. که حالا کارشناس اولی که کلا بنده خدا خانم بودن، حالا انتقادم بشه خانم‌ها یکم واقعا اصلا خوب موضوع رو بررسی نمیکنن که بخوام پیگیری بشه، کلا اصلا هیچی اصلا اونجا مکالمه اصلا هیچ جای نتیجه نداد. با کارشناس بعدی که در صحبت کردم که آقا بودن خیلی دقیق راهنمایی کردن، رفتیم در اصل بحث خود توی بحث سایت شاتل چیز کردیم، مال اطلاعات دیتای ورود به مای شاتل رو تغییر دادیم. بعد قسمت خود نصب داره، راه اندازی نصب داره، اونجا خودمون فعال کردیم که سرویس فعال شده دیگه، اونجا اتصال برقرار شد و حالا تستای مختلف و اینا گرفتیم. حتی دسترسی هم سرویس شاتل داره که بتونه به مودمتون دسترسی داشته باشه، دسترسی هم فعال کردیم که ببینن به چه صورت هست. حالا بر اساس پارامتر خدمت مشکل مودم اینا هست نه، ولی سرعتی داشتیم میگرفتیم. تو آپلود 50 مگ بود که برای بحث این موضوع هم شما باید بیان این قسمت این کاری که بهتون میگم انجام بدیم. کنترل پنلتون رو باز کنیم، برید تو قسمت نتورک اند اینترنت، تو قسمت نتورک شیرینگ سنتر، بعد حالا روی گزینه در از اینترنتتون که اصلا با کابل لند چون وصل هستم اینترنت 2 کلیک میکنم. نگاه کنید همونطور که اینجا میبینین اسپیدی که اینجا گذاشته سرعت روی 1 گیگابایت هست، خب ولی عملا شما توی آپلودتون نمیتونید آپلود خوبی بگیرین که این در اصل باگ سیستمی نرم افزاری هستش. بعد بیاین توی قسمت پروپرتیز، قسمت کانفیگر، توی قسمت سربرگ بخش ادوانس، تو سربرگ ادوانس که اومدین توی قسمت اسپید اند دوبلاکس اگه اشتباه تلفظش نکنم، این برای من رو حالت اتوماتیک بود. روی حالت اتوماتیک هست اینو در از متقارن نمیگیره و بعد کار میکنه. اینا شما بعد اگر مثلا رو پورت گیگ هستین بزنین روی 1 گیگابایت فول دیپلاکس، فولش رو بذارین دیگه سرعت آپلود دیدین که تا 700 و اینا باز بود، قشنگ سرعت آپلودتون باز میشه. وگرنه اونجا من داشتم تست میگرفتم دانلود روی 300 و خورده، حالا همونطوری که دیدین 350 اینا بود، آپلود 50 مگ قفل شده بود. و اگر حالا مثلا بخواید زمانی مثلا سرعت اینترنتتون هم کم رو پورت گیگ هست، میخواین سرعت اینترنت کمتر مصرف بشه، دفعه که اینقدر حجم مصرفی نداشته باشه، چون دیدین تست سرعت یه چیز عجیب غریب کم میکنه. بعد اینو میتونید مثلا اینجا بزنید روی 10 مگ، بذارید مثلا براتون هم بذارم یه تست بگیریم. ما جدول رو همین سرور تست میگیریم. ناگهان سرعت شد روی 9 خورده نزدیک همون 10 دیگه. آپلودش هم باید همون اندازه باشه.
اینجوری با این حالت اینترنتشون سرعتش قفل میشه. حالا من خودم بعد به شرکتم زنگ بزنم شاتل که الکی کارشناس نفرستن، چون حالا دیشب بوده خودم اینو پیگیری کردم که ببینم مشکلش چیه و این این گزینه مشکل از خود سیستم بود و اگر کارشناس میومد هزینه میکرد میومد تو محل چک میکرد، چون درست فقط به خاطر همین تیکی که درست من زدم براتون اینو مثلا چون نمیدونستین اطلاعات نداشتین که ببین مشکل سیستم میومد براتون میزد، حالا 1.5 تومن هزینه بعد کارشناس میدادیم که اصلا رقم قابل توجهیه و اصلا ارزش منطقی هم نداره. من نمیدونم چرا حالا سیستم بحث فیبر نوری بخوام بیان مثلا چک کنن انقدر هزینه زیادی میاد، در حالی که حتی مثلا این کابل اینا هیچ هم لازم نیست عوض کنن. این کابل که اگر تازه عوض بخوام بکنن هزینه جدایی داشته باشه باز هزینهش متقارنه، یعنی باز بیشتر میشه پلکان مثلا کابلش عوض شده باشه، پچ کوردش سوخته باشه، موارد این چنینی اونا هزینهش کلا جدایه و بعد از باز هزینه کنی. و اینم از این. در کل از شاتل ممنونم که اومدن اینترنت طرح جشنواره گذاشتن و حالا بحث اینترنت رایگان گذاشتن، مودم کاب کشی کردن و سرویس جشنواره گذاشتن. ولی نکته که منفی که در از تو این بازه بود یکی مال پیگیر خود کارشناسا بود که در اصل خیلی کارشناسا بد اصلا میان تو بحث راه اندازی فیبر نوری، اصلا پیگیر نمیکنن، با اصلا باکس ها رو چک کنن، موارد چک کنن که کار خیلی سریع پیش بره و همینجوری سرسرکی رد میکنن و باعث شد که انقدر طول بکشه، از 23 تا الان طول بشه، بیشتر از 30 و خورده روز طول کشید که مجموعاً حالا دقیقاً می‌نویسم چقدر طول کشیده بود، طول کشید تا این سرویس راه اندازی بشه و سرعت خیلی خوبی داره، پینگ خیلی قابل قبولی داره. ولی این در از ترافیک ها و این جشنواره‌ای که حالا هستش هزینه مال حجم موارد این چنین اصلا منطقی نیست. امیدوارم که شرکت شاتل به فکر این بیفته که این ترافیک ها رو در از مدیریت کنن، قیمت های اقتصادی تر بذارن، چون واقعا صرفه نداره و فقط کسی که مثلا بخواد گیمر باشه برای فقط به نظر من گیم زدن خوبه، یعنی حتی به درد دیدن فیلم هم نمیخوره، چون شما اگه بخواید فیلم هم ببینید کیفیت اینقدر بالا، سرعت بالا بخواید ببینید خیلی هزینه بعد زیادی بکنین که بخواید از این سرویس مثلا استفاده داشته باشین و فقط اما اگر سرویس مثل اشتراک نموار داشته باشین چون با اینترنت خود شرکت شاتل رایگان براتون حساب میشه. وگرنه این سرویس خیلی هزینه بر هستش، هم بحث راه اندازی، هم بحث کارشناس، هم بحث اینکه بخوان بیان رفع خرابی بکنن، زمان میبره که هم 6 روز حداقل طول کشید تا برای سرویس من اومدن راه اندازی که از 26م کجا تا 2م کجا که سرویس هنوز تازه فعال شد. و امیدوارم که حالا بحث راهنمایی که کردم برای بحث سرعت و هزینه ها و همچنین موارد این چنینی براتون مفید واقع شده باشه و اگر شما هم حالا تجربه اینترنت فیبر نوری شاتل داشتین یا حالا موردی هستش حتما تو کامنت ها به من بگین. تا ویدیو دیگر خدا نگهدارتون.